نگرانی‌ها از بدتر شدن اوضاع امنیتی در برخی از ولسوالی‌های کابل نیروهای امنیتی را ناگزیر به برنامه‌ریزی‌های کرده است. پلیس کابل در همکاری با وزارت دفاع ملی دست به کار شده است تا عملیات‌های را در ولسوالی قره‌باغ کابل برآورد اندازد. پلیس کابل میگوید طالبان با فعالیت‌های پراکنده در این ولسوالی می‌خواهند میان مردم ترس و وحشت ایجاد کنند. حضور فیزیکی دشمن در همش قرجاتات دوامدار نیست. یک شب خونی که میزنن میاین میرن، ما میخوایم که اینمی از بین بره. اینا را ما در لانه هایشان و در جایی که میان میخوان که اعمال تخریبی خود انجام بدن سرکوب کنیم. مسئولان فرقه 111 بردو که مسئولیت تامین امنیت کابل را دارد میگوید به زودی امنیت کابل را برقرار خواهند کرد. نیروهای امنیتی کشور شب و روز تپ و تلاش دارد تا دشمن در این 7 ولسوالی اگر وجود داشته باشد از بین ببره و برای مردم امنیت تامین بده. پیش از این رئیس جمهور غنی به پلیس کابل 3 ماه مهلت داده است تا در تامین امنیت کابل به آوردن اصلاحات خود را ثابت کنند.